گیلاس پوشیده شده است به همراه ترافل شکری. میخوام یه دسر مخصوص درست کنم و این یکی از قدیمی ترین دسرهای منه. 6 ماه تمام روی این دسر کار کردم تا بتونم اونو درست از آب در بیارم. حالا متوجه میشین چرا؟ باشه؟ وقتی این دسر برای کسی درست میکنید یعنی خیلی دوستش دارید و مطمئنم میتونه علاقتون رو ثابت کنه. هیچ شکی نیست، اما قابل اجراست. 500 گرم شکلات دارید که با حرارت 50 تا 55 درجه سانتیگراد آبش میکنید. خیلی خوب. حالا من میخوام ببخشید آدم، من اینجا دارم کار میکنم، اجازه میدی؟ ببخشید. آره. داشت زیادی داغ میشد. نه خاموش بود. میشه بی زحمت کی میخوان یه گیره بهش بچسبونند؟ یه دماسنج بهتون میدن که وقتی اون رو کنار ظرف میذارین سر میخوره میفته تو شکلات. خوبه. در حالی که میتونن کنارش یه برش کوچیک درست کنن. ابزارتون رو خوب انتخاب کنید. برای اینکه شکلات بتواند شکل پیدا کند باید غلظت مناسبی داشته باشد. به همین دلیل داشتن دماسنج خوب مفید است. اول حرارت شکلات را به 55 درجه سانتیگراد برسانید. بعد شکلات خرد شده را به آن اضافه کنید تا درجه حرارت را کاهش بدهد. عالیه. بعد دوباره آن را حرارت بدهید و دمایش را به 32 درجه برسانید. در این روش کریستال های ناپایدار چربی آب شده و در نتیجه شکلات تصفیه می شود و راحت‌تر شکل می گیرد. حالا ساخت فنجون شکلاتی رو شروع میکنم. برای درست کردن فنجان از یک ورقه پلاستیکی استفاده کنید. می توانید آن را از مغازه‌های لوازم آشپزی بخرید. یکم اینجا. خیلی عالیه. میخوام بلندش کنم. کجاست؟ اونجاست. خیلی خوبه. عالی شد. مرسی آدم. عالیه. پلاستیک پوشیده از شکلات را در یک قالب گرد بگذارید. یکم فشار میدم. وقتی که بعد بازش میکنم یه دایره کامل میشه. حالا دو طرف رو به هم میچسبونم. یکم شکلات برمیدارم. خیلی خوب. عالی شد. حالا میرسیم به نلبکی‌ها. همه یه سطوح مثل شیشه، چینی، چسبندگی میدن چون منفذ دارم. یه بار با دیدن یه تکه سلفون یه فکر بک به سرم زد. گفتم یافتم. البته اول باید سطح نلبکی رو چرب کنیم تا سلفون بتونه روش سر بخوره. باید حسابی لیز شه. و حالا خوب جمعش میکنم و فرو میبرمش تو شکلات. عالی شد. بعد شکلاتای اضافه رو بر میدارم و یه لبه درست میکنم تا بعدم بتونم نلبکی رو آزاد کنم. حالا میرسیم به دسته ها. با استفاده از کاغذ روغنی یک لیف درست کنید. شکلات آب شده را داخل آن بریزید. یک سوراخ ته آن درست کنید و دسته ها را شکل بدهید. عالی شد. هیچ وقت اونا رو تو یخچال نذارید. سفید میشن. دمای اتاق برای اینکه خودشونو بگیرن عالیه. دست کم 5 ساعت طول میکشد تا همه شکلات ها ببندند. حالا میخوام حب قندا رو درست کنم و بخش جالب اون درست کردن گاناشه. گاناش مثل ترافل شکلات است و راه خیلی خوبی برای درست کردن شکلات خانگی است. نذارید خامه سر بره. برای درست کردن گاناش خامه پرچربی را جوش بیاورید و شکلات تلخ 70% را به آن اضافه کنید. حالا شما یه مایه نرم و لطیف دارین با کیفیت خیلی عالی. سلفون میکشیم و مایه رو میریزیم. عالیه. حالا گاناش را به مدت 6 ساعت داخل یخچال میگذارید تا ببندد. حالا گاناش خوب سرد شده و تنها چیزی که لازم داریم یک چاقو داغه. اونه مثل کره میبریم. خوبه؟ خیلی خوبه. حب قنده درست شدن. حالا آماده ایم که کرم قهوه رو درست کنیم. فقط سلفون رو با دقت باز کنید. درست شد. نلبکی بدون هیچ نقصی آماده است. خیلی خوب شد. ریموند از
سطح داغ اجاق گاز استفاده می کند تا همه تکه ها را به هم بچسباند، اما ماهیتابه داغ هم همین کار را انجام می دهد. اینطوری قهوه از فنجان خارج نمیشه. آروم آروم فشار میدیم. حالا میرسیم به دسته ها. عالی شد. در ردیف زیر یک بیسکویت آغشته به اسپرسو میگذاریم. بذاریدش این زیر. حالا فنجان را پر میکنیم. این آیس اسپرسو پارافه است. مخلوط زرده تخم مرغ، قهوه اسپرسو و خامه‌ای که میذاریدش یخ بزنه. یکم هم الکل اضافه میکنیم. برای درست کردن رویه اسپرسو کمی لیکور گیلاس به کرم سابایون اضافه میکنیم. عالی شد. خب این مرد جوون تامه و 2 ماهی که داره با من کار میکنه. حالا میخوام کرم قهوه رو بچشه. بله. راحت باش تام. بله. خیلی خب، نظرت چیه؟ خیلی خوشمزه است. از 10 نمره چند میدی؟ 8. 8؟ آدم سختگیری هستی. تو فقط 2 ماه داری با هم کار میکنی، اون وقت بهم 8 میدی؟ چی بگم؟ روز خوبی داشته باشی. عالی شد. خیلی خوبه.